از او خاطر راجح قولا به نزد مفسرین امیسته که آیت در مورد خصوصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس در این صورت ترجمه طور میشه و اذ اخذ الله میثاق النبیین، قابل یادآوری است در آن وقتی که گرفت الله متعال میثاق النبیین، وعده محکم و پیمان مؤکد النبیین از پیغمبران علیهم السلام، لما آتیتکم هرگاه که دادم بری شما من کتاب از کتاب و حکمت دانش یا احادیث یا برنامه پیغمبر که کتاب تشریح میکنه، ثم جاءکم رسول، بعد از آمد بر شما پیغمبر که مراد است پیشش رسول الله صلی الله علیه وسلم است، مصدق لما معکم که موافق است لما امرای و صفتایی که معکم امرای شما در کتابایتان وجود داره. اما صفتای پیغمبر در کتابایتان موجود است و پیغمبر موافق امو صفت آمد. یا مصدق لما معکم، تایید کننده است امرای او مسائل اصولی که امرای شماست. برنامه دعوتی از این مخالفت و مغایرت با برنامه دعوتی موسی و عیسی علیه السلام نداره. چی باید بکنه؟ لتؤمنن به، خامخا ضرور به ضرور شما ایمان میاره به این پیغمبر جدید. بدون ایمان آوردن به پیغمبر جدید اسلام شمردن همیشه و شما مومن خود گفته نمیتونه. یک تعداد از افرادی که 4 روز در آلمان و در امریکا زندگی کرده امروز میگه دین کلش دین است. اصل اسلامی نمیره میگه که مردم آزار نده. این گپای الحاد است. نه آزار دادن کل اسلام نیست. نه آزار دادن یک جزی برنامه اخلاقی اسلام است که در یک گوشه قرار داره. اسلام تسلیمی به نظام الله متعال است، به یک تاپرستی الله تسلیم شدن است، به امی عبادت و یا امی تسلیمی را به نقشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملی کردن است. اگر یک آدم الله را بپذیره، بله عقیده توحید الله را داشته باشه، اما عقیده توحید الله را به نقشه پیغمبر عملی نمیکنه، بازی ملحد و کافر است، گاهی مسلمان شمرده نمیشه. اینجا ضرور است که برنامه‌ای که الله بر ما روان کرده به نقشه و پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش بروه و به جز از ایمان به پیغمبر هیچ ایمان صحیح نمیشه. یک وعده ولا تنصرنه، خامخا شما نصرت و امداد میکنه امی پیغمبر برنامه دعوتیش امداد کنه. امداد امرای پیغمبر، کدام دعوتی که پیغمبر میداد باید قطعش استاد باشی، تایید بکنی و بعد از او برای عملی کردن از او تو باید گام برداری و دفاع از او بکنی. از امو خاطر مفسرین نوشته میکنه که نصرت پیغمبر در این زمانه که خود پیغمبر وجود نداره، دعوت از او را و نقشه از او را احیا و زنده کردن و مردم طرف از او دعوت دادن و در صورتی که نعوذ بالله در مخالفت واقع میشه از او سرسخت دفاع کردن. این نصرت با کیسته؟ با پیامبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی امتهای سابقه مامور به این گپ بودن، امت خودی پیغمبر علیه السلام خو اولاتر و از او کده اولتر مامور به این گپ هستند. الله متعال توفیق نصیب بکنه. قال اقررتم، الله متعال فرمود انبیاء علیهم السلام و در ضمن انبیاء پیروانشان هم است، آیا شما اعتراف به این موضوع کرده، به این پیمان بپذیره؟ و اخذتم علی ذالکم، و گرفته بالای موضوع اسری پیمانی محکمی مرا قبول کرده؟ قالو گفتن اقررنا، ما اعتراف میکنیم، بالکل واقعیت داره و بالکل درست است. مذمت یهود و نصارا که میشه به این خاطر میشه که پیغمبرانشان وعده محکم به الله سپرده و خود پیغمبران از پیروانشان اینمی قسم وعده محکم از پیشان گرفته که پیغمبر جدید شما نصرت و یاری میکنه. اما برخلاف یهود و نصارا نظر به او منافع دنیوی که برشان برابر شده بود نمیخواستن او در خطر بیفته، از امو خاطر رای مخالفت دعوت پیغمبر در پیش گرفت. قال فاشهدوا، الله متعال میگه شما شاهد باشید در بینتان یکی بالای دیگه همه تانی اقرار کرده. و انا معکم من الشاهدین، من امرای شما من الشاهدین از جمله چیستم؟ شاهد هستم. یعنی این واقعه را مکمل امرای خود دارم که شما وفا میکنی یا جفا. یک معنا. قال فاشهدوا، الله متعال میگه انبیاء علیهم السلام فاشهدوا، شما تعلیم بده پیروانتان تابعدارایتان این موضوع را بیان کنه. و انا معکم من الشاهدین، من امرای شما از جمله بیان کننده هستم. چرا در کتابای خودی موضوع را جا به جا بیان میکنم که حقانیت نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه امتها گفته شود. از امو خاطر حدیثی که میگه که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین،
آدم علیه السلام در آب و گل بود، این معنا نداره مثل که بعضی مردم میگه پیغمبر اولین و آخرین. پیغمبر اولی نیست. پیغمبر کسی را میگه که دعوت دین میده. پیغمبر در وقت پیدا نبود، چه قسم دعوت دین داده باشه؟ بله، اثبات نبوت شهرت پیدا کرده بود حتی در او زمان هم. یعنی شهرت نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در او زمان هم بوده، از دیگه انبیاء علیهم السلام به او مقدار نبوده. اینه که او در او وقت پیغمبر بود، مردم دعوت میداد. این گپ معنا نداره و این مقصد چی نیست و حدیث. فمن تولا بعد ذلك، اینجا مراد او مردمایی هستند که همین دین وسیله تفرق و اختلاف گرفتن، نعوذ جور کردن. اصل دین برای اتحاد آمده بود. هر نظام الله که میاد مردم متحد میسازه، اما یا گرفتن این وسیله تفرق کردن. فمن تولا، کسی که اعراض میکنه، از این پیمان عملی نمیکنه، پیغمبری مرا تایید و نصرت نمیکنه، ایمان سرش نمیاره، بعد ذالک، پس از این گرفتن پیمانی محکم، الله متعال میگه فاولئک، اینمی مردما هم الفاسقون، از نظام الله برآمدنی و خارج شدنی است. خارج شدنی مردمانی هستند که تاکیدات پیمان الله را نادیده میگیره و نعوذ بالله سر از او عمل نمیکنه، که یهود و نصارا است. یهود و نصارا دین مایه وحدت بود، همه فرقه ها و توده ها را با هم پیوست میکرد. هر پیغمبر که آمده توده ها را پیوست میکنه، اما یا گرفتن دین سبب تفرق خود ساختن. یهود گفت یهودیت اولاست، نصارا گفت نصرانیت اولاست، این مسلمان ها آمدن گفت اسلام اولاست. اما طور اختلاف در بین باقی من، حالان که دین مایه وحدت است. امروز اگر همی گپه ما در خود چی بررسی بکنیم، در خود ارزیابی بکنیم، شما باور به الله بکنه اما حالت سر ما آمده. دین به جای از اینکه ما را متحد بسازه، متفق بسازه، نعوذ بالله ما ای را ذریعه جدایی برای خود ساختیم. اگر کسی شافعی است گاهی هم در طرف حنفیت نمیره، اگر کسی حنفی است گاهی به طرف مالکیت، اگر مالکی است به طرف حنبلیت نمیره و او را یک دین جداگانه فکر میکنه. این مردم که میگه تضاد در عقیده و در عمل، امیره میگه. مردم در زبان میگه هر چهار مذهب حق است، اما وقتی عملی مذهبی دیگه میشه باز دیگه ایره یک دم چی میگیره؟ غیرت میگیره، در جوش میاد، مردم لط و کوب میکنه، دو دشنام میکنه. عجیب است، در زبان یک چیز اما در عمل دیگه چیز. آیا منافق کدام فرق دیگری داره؟ آیا منافق کسی دیگری هست؟ نعوذ بالله. ما خو گفتیم که دین یک دین است، الله متعال روان کرده و هر امام از دین پیغمبر پیروی کرده. بله، اگر در کدام وقت خطا شده الله واره معاف میکنه، چرا وا قصدن اختلاف نکرده پشت سر میآید. افغیر دین الله یبغون، آیا غیر از دین الله یا طلب میکنن؟ اینجا توبیخ میده الله متعال، زجر میده برای کسایی که نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم منکر است و تمام دین انبیاء علیهم السلام نادیده میگیره. چرا؟ انکار از دین پیغمبر انکار از کل دین انبیاء علیهم السلام است. علتش است که دین تمام انبیاء علیهم السلام یک دین بوده. پس وقتی از یک دین یک پیغمبر انکار بکنیم، در حقیقت انکار از دین کل پیغمبران علیهم السلام است. پس این یهود و نصارا نگویند که ما مؤمن هستیم، چرا وا در حقیقت ایمان به موسی و عیسی علیهم السلام هم نداره، به خاطری که دین هر کدامشان امود دین اسلام است که الله متعال روان کرده، کدام فرقی دری وجود نداره. از امو خاطر الله متعال یارا زجر میده. افغیر دین الله، یا غیر از دین الله یبغون، یا طلب میکنه. طلب بغی میگه بسیار با کوشش طلب کردن یک چیز میگه. از امو خاطر است مردمایی که به بدعت نعوذ بالله یا به راههای خلاف دین اسلام مبتلا هستند و زیاد کوشش میکنه. شما ببینید پاپای نصارا چقدر کوشش میکنه کتابای خود یک حرف پیدا بکنه که مذمت دین آینده را کرده باشه، نعوذ بالله، در حالی که همون کتابا خود اعتراف داره که محرف شده، تغییرات دیش آورده شده، اما بازم در تلاش هستند. زیاد تلاش میکنه که یک نقطه را پیدا بکنه برای استدلال بکنه بالای از اینکه دین حق نیست، دین اسلام حق نیست. نعوذ بالله. مبتدعین و کسایی که رای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام میکنه و همین قسم تلاش می داشته باشند که برای بدعت خود یک راه را پیدا بکنه. الله متعال میگه عجیب است، دین عالمی، دین جهانی، دینی که تمام هستی بر از او منقاد و تابعدار است، این را اعلام کردن این قطعا چیسته بیعقلی است. چطور یک دینی که جهانی است او را آدم اعلام بکنه؟ اسلام دین تمام هستی است، دین انبیاء علیهم السلام است.
چطور شده میتونه از دین انسان خارج شوه و باز بگویه ما بنده الله متعال و سرفراز هستم؟ این امکان نداره. از او خاطر الله میگه این دین حق است. وله اسلم من فی السماوات والارض، خاص برای الله تسلیم است من فی السماوات، کسی که در آسمان هاست، والارض در زمین است، طوعا بخوشی و کرها بناخوشی، یا خواه مخواه و خواه مخواه که میگیم. و الیه خاص بسوی الله یرجعون، رجوع از یا کرده میشه. از این طور دین سرکشی و سرپیچی اجراه نداره. چرا؟ این دین حق است و غیر از این دین دیگه دین وجود نداره که پیروی از او کرده شود. چرا دین حق است؟ این دین اسلام است و اسلام تسلیمی را میگه. تسلیمی ای را میگه که ما به نظام الله تسلیم هستم. حال نظام الله دو قسم است، یکی نظام تشریعی یا تکلیفی برش میگیم و یکی نظام تکوینی یا تقدیری برش میگیم. نظام تکوینی و تقدیری الله متعال این جبری است. الله متعال برای هر مخلوق خود یک حد و اندازه مقرر کرده، به اونمو حد و اندازه هر مخلوق وظیفه خود در سر میرسانه. آفتاب در مدار خود وظیفه خود در سر میرسانه، ماهتاب اینمی قسم، شب روز. یک بوته و درختی که ما میبینیم این تابع قانون جبری الله متعال است. لیکن فرقی است که تمام هستی و جهان دیگه طوعاً به خوشی خود امی قانون الله متعال قبول کرده، از امو خاطر ثمرات خیلی شایان میده. اینمی گیاه میبینی که او چه قسم ثمره را به وجود میاره. از امو خاطر مفسرین مثال ذکر میکنه الله متعال وقتی که شعله های آفتاب، اشعه آفتاب در صفحه بحر میزنه، از او بحر بخار بالا میشه و او شکل ابر به خود میگیره و او شکل ابر، اونمو ابر در فضا بعد از او قطره های باران از او میباره. شما میبینی که از زمین خشک گلهای رنگارنگ و گوناگون به وجود میاد. از همون خاطر است پذیرفتن نظام مقدس اسلام از روی خوشی سبب اینمی قسم گلها میشه که گلهای رنگارنگ میشه. اگر ما تابع نظام الله متعال به طریق رضامندی شویم، الله متعال ثمرات خیلی عجیبی را در زندگی انسان رونما میکنه و پیدا میکنه. ای کاش که ما واقعا تابعدار نظام واقعی الله متعال باشیم. در اینجا الله متعال بیان میکنه که همه چیز تسلیم به نظام الله است. این را نظام تکوینی میگه. در نظام تکوینی الله همگی تسلیم به حکم الله است و این را نظام تقدیری هم میگه. و یکی نظام تکلیفی یا تشریعی است که او اختیاری است. الله متعال بر انسان ها اختیار داده که آیا عمل میکنه سر نظامی که الله روان کرده یا نمیکنه. مؤمنات طوعا عمل میکنه، اما کفار و از روی کراهت. مراد از این است که و قانونی تکوینی را قبول داره اما قانونی تشریعی را قبول نداره. الله متعال میگه عجیب است، در قانونی تکوینی تسلیم هستی، چرا در تشریعی هم تسلیم نمیشی؟ چرا یک ذره مخالفت در قانونی تکوینی کرده نمیتونی؟ الله متعال برای بقای حیات یک انسان تنفس ضروری کرده. پس اینمی تنفس الله متعال برای کلگی مقرر کرده. اگر مسلمان است اگر کافر است باید تنفس بکنه. این قانون جبری الله متعال است. از این قانون گاهی یک انسان سرکشی کرده نمیتونه. پس در قانون تشریعی الله مثل نماز روزه را الله مقرر کرده انسان باید تسلیم شود و او را انجام بده، ولی انجام نمیده. از همون خاطر مفسرین کرام در اینجا سه نظر ذکر میکنه. میگه مراد از این اسلام انقیاد است، یعنی قانون تکوینی است که الله متعال میگه وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. برای الله تسلیم است چیزی که در آسمان هاست و در زمین است، طوعا به خوشی و کرها به ناخوشی. یعنی اگر خوش است اگر ناخوش است، این تابع قانون الله متعال هستند، هیچگاه مخالفت نمیتونه. مراد از قانون الله در اینجا قانون تکوینی است. دوم نظر مفسرین است که مراد از این اسلام تکلیفی یا تشریعی است. خو این هم دو قسم است. مؤمنا این را به رضامندی خود قبول کرده احکام الله را میپذیره، خب گاهی مشرکین هم بنابر ناخوشی او را میپذیره. کدام است؟ زمانی که یارا شداید و سختی ها و بلاها سخت گیر کنه، باز میبینی که باز به الله آواز میده. مثل که قرآن از یادآوری میکنه که وقتی یا سختی سرشان میه باز بتای خود فراموش میکنه، به یک الله آواز میده. در این صورت باز یا به ناخوشی بدون از اینکه خوش باشن این به نظام تکلیفی یا تشریعی الله تسلیم میشن.
لیکن این فایده برای ازوان نداره، چرا که معتبر اسلام است، انقیاد یا تابعداری است که از رضامندی باشه. و بعضی مفسرین میگه که نه، کرهن مانایش ایسته که یکی اسلام به رضامندی میاره، یکی در جنگ گرفتار میشه، اسیر میشه یا زیر لتوکوب و از ترس جان خود و از مرگ خود اسلام میاره، این هم شامل میشه. دیام گرام گپی نیسته. خب البته الله متعال در یک حدیث میگه که الله خنده میکنه، یعنی خوشحال میشه به او کسایی که در زولانه آورده میشه و بعد از او اسلام میاره، مثل اسرای بدر که گرفتار شدن و پس از او اسلام قبول کردن. اینمی اسلامی بود که وا خوش نداشتن اما اسلام آوردن، الله متعال پسان اسلامشانه اسلام درست ساخت. بس اوقات ابی قسم میشه در بین مؤمنا که بنابر چیسته فشار و اسلام میاره و ایام اسلامی کرهی است. سوم نظر از مفسرین است که اینجا اردو انقیاد معتبر است، هم انقیاد تکوینی و هم انقیاد تشریعی. انقیاد تکوینی کلگی برابر است، کلگی تسلیم است، اما در انقیاد تشریعی اهل سما کلش طوعا منقاد است و اهل زمین دو قسم است، بعضش طوعا است و بعضش کرهان است. بس اوقات ناخوش می باشه اما اسلام میپذیره. بعضی مفسرین حتی این هم گرفته که مراد از تسلیمی است که تقریرات الله یا مصیبت‌ها و تکلیفایی که سر انسان میآید مؤمن این را به رضامندی میپذیره، یعنی خوش میباشه، چرا که عقیده از این داره که الله عوض پاداش برام میده. و کفار از این بسیار نارام و مضطرب و پریشان میباشه یا خوش نداره که میتونه حالت سرشان بیاد. به هر طریق الله متعال میفرماید که اسلام یک دین حق است و دین تمام نظام هستی است و دین انبیاء علیهم السلام است. غیر از این دین دیگر قطعا قابل قبول نیست. اگر کسی راه دیگری را در پیش میگیره قطعا مورد قبول الله قرار نمیگیره که پشت سر دایت دیگه بر ما میفرماید. و خاص به سوی الله و الیه یرجعون، خاص به سوی الله رجوع کرده میشه. پس اینطور نیست که کسی در زندگی دنیا در هر قسم زندگی را اختیار کرده یا هر نوع اعمال را انجام داده الله متعال از او سوال نکنه، بلکه مورد بازپرسی الله قرار میگیره. چرا الله برای شریعت خود، برای عملی کردن نظام خود پیغمبر روان کرده، پیغمبر نقشه داده. این دین تابع نظریات نیست. همینجا یک نکته را بگویم. در این روزایی که رمضان بود شما دیدی که در بعض مساجد تراویح خواندن. عجیب است، یک کسی اینجا استاد نشد. از مولای ما میخواد که سالا ایره عالم تلقی میکرد، یک سوال از پیش میکرد که جناب محترم این دین حدود داره یا نداره؟ شما باور به الله بکنی از شام تا 12 بجره تلفنی من 1 دقیقه آرام نبود. 1 دقیقه همین تلفن بود زنگ میزد که روزه هست یا نه. میگه اینجا خود تراویح خوانده میشه. صبح تا پیشینه مردم روزه داشتن زنگ میزدن که ما خود روزه هستیم. تعجب است. یک مقتدی به امام نگفت که مولای امام تو که ما را تراویح میدی و تراویح را میخوانی به کدام دلیل، به کدام سند؟ پیغمبر علیه السلام خو میگه صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. روزه را به دیدنش بگیرید، دیدن ما، و بعد از او بخوریدن به دیدن ما. تو مولا صاحب در کدام پره کوی نشسته بودی؟ اگر ما را دیده بودی خود در محکمه میرفتی شاهدی میدادی که کل مسلمانان روزه بگیره. اگر ندیده در مسجد نشسته استی شکم تا پر کده، امروز فقط مطابق خواهش مردم میگی تراویح میخوانیم. خدایی افغانستان هر چیز میچله، هیچ کس عیب نمیگه. اینجا فقط عیب چیست؟ بگو عیب است که دین حق واضح کنی و به مردم بیان کنی، اینی عیب است. مردم تو را باز بدنام هم میسازه، اما دیگه هر گمراهی را به مردم بیان کنی هیچ پروا نداره. دین اسلام حد داره، این نیست. نه مردم چی صبح در صبحش مردم در بین جنگ به جاغه بودن. هر کدام کسی میگفت که ما نفلی میگیریم، کسی میگفت قضایی میگیریم. و مردم روزه قضایی و روزه فرضی تا که از شب نیت نکنی از طرف روز نیتش صحیح نمیشه. پیغمبر علیه السلام میگه نیست روزه برای کسی که او قصد نکنه نیت از طرف شب. پیغمبر علیه السلام اینطور میگه. مراد از این روزه فرضی است و قضایی کلش شامل میشه. تنها نفل از طرف روز امنیتش صحیح میشد که در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام در خانه میآمد گفت چیزی هست؟ گفت نیست. بعد از اون میگفت من روزه هستم. و روزه نفلی است. باز در این روزا روزه نفلی نمیشه. پیغمبر علیه السلام منع کرده. پیغمبر علیه السلام میگه هیچ کسی هم پیش یک روز یا 2 روز پیش روزه گرفتن نمیتونه. چرا این روزه استقبالی است؟ این عمل یهود بود نعوذ بالله. این روزه استقبالی در دین ما حد داره، اندازه داره. از حد ما او طرف اضافه
نمیتونیم. عجیب است در این وطن اینمی گمراهی ها روان است، کسی هم کس ملامت نمیکنه. یک مقتدی امام خدا محکم نگرفت که با کدام شهادت تو سر ما تراویح میخوانی یا مردم امر به روزه میکنی. عجیب است. اینجا اینمی طور حالت است. ام حالان که دین برای خود حد و حدود داره. پیغمبر یک چیزم پنهان نعوذ بالله گنگ باقی نگذاشته، همه را واضح بیان کرده و دین برای ما واضح است. خب مردم ببینی که کدام حالت است. قل آمنا بالله و ما انزل علینا، رد میکنه مذمت یهود و نصارا را بیان میکنه. چرا؟ به خاطر که بعضی پیغمبران را قبول میکرد، بعضی را رد میکرد. از او خاطر دین انبیاء علیهم السلام یکی است. رد کردن یک پیغمبر در حقیقت رد کردن کلی پیغمبر است. خصوصیتی که برای امت موجود است اینمیست. قل بگوی پیغمبر علیه السلام آمنا بالله، ایمان به یک الله داریم. محور تمام مسائل دیگه ایمان به الله است، یعنی عقیده یکتاپرستی الله است. و ما انزل علینا، ما ایمان داریم به او کتابی که نازل کرده شده علینا، بالای ما که کدام کتاب نازل شده سر از او ایمان داریم. چرا؟ به خاطر که کتاب سالم است، درست است از همه انحرافات و تحریفات. نعوذ بالله کسی دایی یک چیزی رم زیاد و کم نکرده. زبر و زیر از زیر کسی تغییر داده نمیتونه، تا روز قیامت مسئول است. برخلاف کتب سابقه دست خورده شدن و قابل اعتماد باقی نماندن. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام صحابه را گفت که شما هرگاه اهل کتاب براتان چیزی بیان میکنه فلا تصدقوه ولا تکذبوه، نه تصدیقش بکنه و نه تکذیبش. چرا؟ اگر تصدیق کرده باشه شاید در موضوع را که او دین نباشه، اگر تکذیب کرده باشه شاید موضوع دین باشه. از همون خاطر شما نه تصدیق کنه و نه تکذیب کنه، شریعت خود پیروی بکنه براتان کافی است. اونجا ما میتور حدیث گفته که اگر موسی علیه السلام زنده باشه برش جایز نیست بجز از تابعداری ایمان. دمو حدیث هم امی گپ گفته. پس اینجا اول ایمان به کتاب خود ماست، ایمان تفصیلی. چرا؟ سبب معرفت و شناخت کتابای سابقه قرآن کریم است. تا که قرآن یک کتاب تایید نکنه هیچ گاه ما کتاب آسمانی گفته نمیتونیم. نه ما کتاب هندوها را کتاب آسمانی گفته میتونیم، نه از زردشت نه از بودایا را، با وصفی که دو بسیار گپای خوبان وجود داره. از همون خاطر یک تعداد علمای نعوذ بالله فرفته به علوم غربی و دموکراسی تلاش کردن که وارم کتابای آسمانی ثابت بکنه، اما قرآن از او قطعا یادآوری نکرده. قرآن از زبور، قرآن از صحیفه ابراهیم و موسی علیه السلام و همچنان از تورات و انجیل یادآوری کرده. همین کتاب آسمانی است. دیگر ما کتاب گفته نمیتونیم که کتاب آسمانی است. چرا؟ تاییدش توسط قرآن نشده. از همون خاطر بعد از ایمان به الله ایمان به قرآن کریم است. بعد از او و ما انزل علی ابراهیم، با او کتابا یا شریعتی که نازل شده بالای ابراهیم، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط، بالای اولاد یعقوب علیه السلام که نبیره و ذریه یعقوب علیه السلام است. و ما اوتی موسی، آن چیزی که داده شده به موسی علیه السلام، معجزات و کتابا احکامی که سرشان آمده، و عیسی علیه السلام و النبیون من ربهم، تمام پیغمبرانی که از جانب پروردگار آمدن و کتاب برشان داده شده. ما اجمالا عقیده داریم. چرا؟ به خاطر که قرآن منافات با او کتابا نداره. تمام مضامین و مطالب انبیاء علیهم السلام از کتابایش یکی است. از او خاطر هیچ تفریقا نداره. اینی خصوصیت امت پیغمبر علیه السلام است. لا نفرق بین احد منهم، ما جدایی نمیاریم در بین هیچ کدام از انبیاء علیهم السلام. چرا؟ کلشان از یک مصدر وحی برشان آمده، از یک جا وحی گرفته، الله متعال برشان روان کرده. و نحن له مسلمون، ما خاص برای الله متعال تسلیم هستیم. ما عقیده هم داریم، ایمان داریم. و اسلام یعنی عملا هم تسلیم به نظام الله هستیم. در اول ایمان بود، در آخر اسلام است. چرا که اسلام همیشه ثمره و هدف ایمان می باشه. ایمان ما را وادار به این میسازه که ما در عمل هم تسلیم به نظام الله متعال باشیم. زندگی ما واقعا برنامه عملی مطابق عقیده ما باشه. اگر ایمان اسلام نداشته باشه و ایمان هم الله متعال قبول نمیکنه. از همون خاطر ابتدای ایمان از قلب شروع میشه و ختم به اعضا میشه، و اسلام از اعضا شروع میشه ختم به قلب میشه. اسلام بدون ایمان و ایمان بدون اسلام معتبر نیست. در اینجا چقدر گپ زیباست. امروز اگر امی آیت قرآن ما بگیریم، ما میگیم قل بگو آمنا بالله، ما ایمان به الله داریم، و ما انزل علینا، به او کتابی که سر ما نازل کرده شده،
عالی. ما به کتاب الله و سنت رسول الله عقیده داریم. عالی. اگر هر عالم یک موضوع مسئله را میگه لا نفرق بین احد منهم، ما فرق گذاری نمی کنیم. هر عالم دیدی چشمی ماست، احترام قائل هستیم، هیچگاه بیادبی در حقشان کرده نمیتونیم. اینطور کرده نمیتونیم که یکی را نعوذ بالله حدیث موضوعی برش بسازیم که ابلیس معرفی کنیم. اینطور کسایی هستن که به امام شافعی رحمه الله حدیث موضوعی جور کرده و میگه که در امت ما یک نعوذ بالله ملعون میایه، نامش چی است؟ ادریس است. ادریس نام امام شافعی رحمه الله است. اینطوری حدیث ها را ما جور نمی کنیم و نه بیادبی و در شان یک عالم میکنیم. تعجب نیست امروز اگر امو یهود و نصارا را الله مذمتش بیان میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که موسی علیه السلام قبول دارن، عیسی علیه السلام میگه ولد و زناست، تو را قبول نداریم، محمد رسول الله را قبول نداریم، حالان که عرصه از یک منبع برشان کتاب آمده، وحی آمده و یک دعوت میده. اگر هر عالم ما از قرآن و حدیث بیان بکنه قابل قدر نیست؟ یعنی پیش ما تنها امام مالک رحمه الله قابل قدر باشه، تنها امام شافعی رحمه الله، تنها احمد بن حنبل، تنها امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم؟ کدامش؟ هر عالم که از قرآن و حدیث بیان میکنه جدایی در بینش نمیاریم. امروز ببینید همون مرضی که در یهود و نصارا بود امروز در امتهای ما سرایت کرده. امام مذهب خود چی میگه؟ پیغمبر میشماره نعوذ بالله، دیگرها را به باد هوا و بیادبی. لیکن این مردم باز ما را متهم میکنه که یا نعوذ بالله بیادب هستند، به اماما احترام قائل نیست. نعوذ بالله زبان ما بریده شده که ما در حق ائمه مجتهدین او مردمایی که پایه های علم بود در مقابل از وا بیادبی و گستاخی بکنیم. ببینید از علما و مولیان نعوذ بالله برده گپه، میگه مولوی صاحب گفته، مرا گفته، یا یکی از مولوی صاحبایی که در اینجا درس میگه که او بچه ثابت. شما حاضر است اکثر شاگردای سابقه است ان شاء الله، آیا کدام روز از زبان ما همینطور شنیده؟ عجیب است. چقدر نعوذ بالله تا کی امو شیوه یهود و نصارا را در پیش نگیری، بیایی که به او حکمی که قرآن بیان میکنه مطابق امو حکم ما عمل بکنیم، کل گیره تسلیم شویم.